سلام، روزتون بخیر. به اولین ویدیو با من خیلی خوش اومدین. بچه‌ها امروز قراره که با همدیگه موهای فرمون رو استایل کنیم. برای استایل کردن موهاتون به چند تا محصول نیاز دارید. یه دونه از این ماسک موهای مناسب موهای فر. من از برند کلینیک استفاده میکنم. ببین خیلی خوبه. از خوب یه چیز اونورتر. یه دونه ژل مو نیاز دارید برای که موهاتون اینجوری وز نشه بعد از اینکه خشک شد. خیلی برند معمولی هم هست. چند تا گیره تقسیم و یه دونه از این شونه های حالت. خب اول موهامون رو به چند دسته تقسیم میکنیم ولی زیاد هم حساس نشید روی این کار که مثلا کجا رو به کجا گرفتید. مهم اینه که چند قسمت باشه موهاتون. ببین من اینجوری زنم پشتتونم یه دونه بکنید به نظرم کافیه. خب این قسمت رو قراره استایل کنیم. اینجوری ماسک مو برمیدارید، یه کوچولو هم ژل قاطیش میکنید، تو هم حل میکنید، میزنید قشنگ به موهاتون. بعد اینجوری صدای قیش قیش میشنوید بده. این نشون میده که مواد به کل اون موها رسیده. خب میریم قسمت بعدی. دوباره ماسک مو و ژل. قسمتی که اون پشت بود و من 2 دسته کردم. قشنگ تو هم و میزنید به کلش. وای نقاطیش اینجوری انگشتاتون میکنید لابلای مو که برسه به همه قسمتاش. این قشنگ باعث میشه که مواد به چیزم برسه، به ریشه موهاتون هم برسه و همینطور لایه لایه میریم تا آخر. خب همه لایه ها رو مواد زنی کردیم. دوباره اسکرانچ میکنیم که به سمت ریشه که ریشه هامون هم قشنگ مواد رو به خودش بگیره. خب حالا نوبت شونه کشیه. من با قسمت ریزش شونه میکنم فقط برای اینکه اینجوری فرقم باز نشه برمیگردونم سرمو رو به پایین شونه میکنم، اسکناچ میکنم، موهامو برمیگردونم. این کار انجام میدم و میرم. بعد از اینکه موهاتون رو چرخوندی به همون حالتی که فرق باز میکنید، من فرقم همیشه این سمتیه باز میکنم. بعد به خاطر اینکه ادامه فرقم مشخص نشه موها رو به پشت میکنم، یه گیره تقسیم میزنم که موهام تو همین حالتی که هست خشک بشه. من کلا عادت ندارم موهامو سشوار بکشم واقعیتا، ولی شما میتونید با دیسپانسر به صورت اسکرانچی اینجوری از پایین به بالا موهاتون رو خشک کنید. من توی فضا کلا دوست دارم موهام خشک بشه، زیاد اهل سشوار کشی نیستم. و خب بعد از اینکه خشک میشه یه پف خیلی قشنگی میکنه و خیلی شیک میشه. خب بچه‌ها اینم از نتیجه کار. بچه‌ها من اصلا سشوار نکشیدم ولی موهام خشک شد. همینطور که میبینین پف خیلی قشنگی کرده، وز نشده به خاطر که ماسکو با ژل قاطی کردیم بهش زدین، نه وز میشه نه خشک میشه که حس خشکی بهتون دست بده. فرق سرتون هم به هیچ عنوان باز نیست. میبینید اینجوری رو به بالا همه خشک شدن. خیلی خوب شد، خیلی عالی شد. امیدوارم که دوست داشته باشید. مرسی که همراه من بودین. دوستتون دارم زیاد.